در ژاپن یه ماشین پخش توفو بود که هر ساعتی از شبانه روز تو جاده‌ها دیده میشد. هیچکس جرئت نداشت تو مسابقه باهاش در بیفته، چون رانندش سریع‌ترین دریفت زن کوه آکینا بود. ولی هیچکس نمیدونست راز این سرعت عجیب فقط یه فنجون قهوه بود. هر شب باباش یه فنجون قهوه داخل ماشین میذاشت و بهش میگفت تا آخر مسیر حتی یه قطره از این قهوه نباید بریزه. پسر اصلا خبر نداشت که این در واقع تمرینیه که باباش براش گذاشته. فردای اون روز یه راننده حرفه‌ای اومد پمپ بنزین. گفت شب قبل یه AE 86 مرموز GTR اون رو حسابی شکست داده. اون ماشین همه پیچ‌ها رو با دریفت‌های بی‌نقص رد کرده بود، طوری که تماشاگرها فقط یه سایه محو از ماشین و تابلوی مغازه توفو رو می‌دیدن. اون راننده اصلا حاضر نبود شکستش رو قبول کنه. همونجا دوباره اون AE 86 مرموز رو به مسابقه دعوت کرد. ولی راننده AE 86 هیچ خبری از این ماجرا نداشت. اون فقط سعی می‌کرد سفارش‌های توفو رو هر چه سریعتر برسونه. اون هر صبح به مدت 5 سال موقع پخش توفو همین مسیر کوهستانی رو میرفت. تو همین رفت و آمدها بدون اینکه خودش بفهمه تکنیک‌هایی یاد گرفت که تقریباً هیچ راننده‌ای نمیتونست بهش برسه. وقتی اولین بار این مسیر کوهستانی رو انتخاب کرد، ساعت 4 صبح راه میافتاد و 5:30 میرسید خونه. 2 سال بعد زمانش شد 4:40 دقیقه و حالا کل مسیر کوه آکینا رو تو کمتر از 4:30 دقیقه تموم می‌کرد. حتی تو خطرناک‌ترین پیچ‌ها هم فقط با یه دست فرمون رو می‌گرفت و با دقت باور نکردنی دریفت می‌زد. یه روز که می‌خواست زودتر برگرده خونه، همه توفوها خراب شدن. اون شب باباش حسابی دعواش کرد. دوباره یه فنجون قهوه داخل ماشین گذاشت و گفت این دفعه هم حتی یه قطره نباید بریزه. از همون روز رانندگیش خیلی دقیق‌تر و کنترلش روی ماشین کامل‌تر شد. اونقدر از عصبانیت باباش می‌ترسید که هیچ وقت به کسی نگفت همون راننده مرموز AE 86 خودشه. حتی خبر نداشت که باباش تمام این مدت حواسش بهش بوده. باباش کل AE 86 رو از نو آماده و تقویت کرد. بعد یه روز سوئیچ ماشین رو داد دست پسرش و گفت دیگه وقتشه. بالاخره مسابقه‌ای که همه منتظرش بودن شروع شد. اون شب کل جاده کوهستانی بسته شده بود و جمعیت زیادی از عاشق‌های مسابقه ماشین دور مسیر جمع شده بودن. همه منتظر بودن راننده مرموز AE 86 رو ببینن. همین که شیشه ماشین پایین اومد، همه جا ساکت شد. چون پاترون نه یه راننده معروف، بلکه کثیر دبیرستانی نشسته بود که تو پمپ بنزین کار می‌کرد. همون پسری که تازه چند وقت بود گواهینامه گرفته بود. هیچکس حتی تو خوابش هم فکر نمی‌کرد این پسر همون دریفت زن افسانه‌ای کوه آکینا باشه، همونی که GTR رو شکست داده بود. مسابقه شروع شد. GTR قدرتمند مثل برق جلو افتاد، اما راننده AE 86 کاملا آروم بود. فقط با یه دست فرمون رو گرفته بود و منتظر بهترین فرصت مونده بود. GTR تو مسیرهای صاف با سرعتی نزدیک به 200 مایل در ساعت حرکت می‌کرد، ولی هر بار که به پیچ‌ها می‌رسیدن، هنر دریفت AE 86 خودش رو نشون میداد. کم کم فاصله بین دو ماشین کمتر و کمتر شد. البته راننده GTR هم فوق‌العاده رانندگی می‌کرد، اما سرعت دریفت AE 86 اونقدر بالا بود که GTR کم کم پشتش گیر افتاد. بعد از یه مدت به 5 پیچ تند و پشت سر هم رسیدن. خطرناکترین بخش کوه آکینا. همه کویتمن بودن این بار یکی از ماشین‌ها از جاده پرت میشه. با اون سرعت رد سوکدیا تقریبا غیر ممکن بود. حتی راننده GTR هم فکر کرد رقه‌اش دیگه تس شده. همون لحظه صدای جیغ لاستیک‌ها تو کل کوه پیچید. بعدش اتفاقی افتاد که هیچ کس بریز نمیشد. AE 86 از دوی آب کنار جاده استفاده کرد و پرید دیگه پشت سر هم رو با دیترویت‌هایی فوق‌العاده خطرناک رد کرد. کل جمعیت از جاشون بلند شدن و بوش و تشویق منفجر شدن. AE 86 از رقیب جلو زد و وسا پایان رد شد و مسابقه رو برد. بعد از تموم شدن مسابقه راننده GTR دوباره اون رو به یه مسابقه دیگه دعوت کرد. اما راننده AE 86 فقط برکن زد و سرش رو به نسونه 9 تکون داد. اون هیچ وقت علاقه‌ای نداشت، فقط به خاطر این پشت نداشت که تو بوش زدش.